سلام، من افشین هستم. اینجا با دوستم که الان خودشو معرفی میکنه قرار دارم که در مورد وارهمر و بلخص وارهمر 40,000 صحبت بکنم. امیر میخوای خودتو معرفی سلام. کنی؟ آره، سلام، من امیر هستم. جدیدا خیلی به وارهمر علاقه‌مند شدم، واسه همین با افشین که صحبت میکردیم تصمیم گرفتیم که اطلاعات بیشتری کلا در مورد مجموعه وارهمر کسب کنیم و افشین هم قرار شد که کمک کنه. حالا اولش رو با هم شروع میکنیم، بعد ببینیم که جریان ما رو به کجا میبره. آره ما اوکی، من اینجا فقط نقش شنونده رو دارم. بذار هنوز تموم نکنیم. نقش شنونده رو دارم و هر چی سوال به ذهنم میاد میپرسم دیگه. افشین بیشتر صحبت ها رو میکنه. بگو. آره من چند سالی هستش که به سری وارهمر خیلی علاقه دارم. از بچگی با یه سری از گیماش بزرگ شدم اما نمیدونستم چیه. اخیراً که در طی 2-3 سال اخیر کاملا وارد دنیا شدم، کتاباشو خوندم، اطلاعات جمع کردم، اما متاسفانه کسی از دوستای من خیلی با این ستینگ آشنا نبود. حالا امیر اخیراً مثلا خیلی بیشتر علاقه‌مند شده، ولی وارهمر یه چیزی هستش که از سال 1987 در واقع شروع شده، وارهمر 40,000، و حجم خیلی زیادی اطلاعات وجود داره، اطلاعاتی که بعدا خودشون رو نقض کردن، رتکان شدن. و همین فکر کردیم که میتونیم این دوتا دوست با هم دیگه حرف بزنیم. حالا من بیشتر اطلاعات بدم که بعد بتونم با امیر بیشتر در مورد یه چیزی که دوست دارم صحبت بکنم و ضبطش هم بکنیم. حالا این قسمت اول میخوام در مورد کلا ستینگ دنیای وارهمر 40,000، وقتی میگم 40,000 چون ما یه وارهمر عادی در قالب وارهمر فانتزی و وارهمر ایج آف سیگمار هم داریم. وارهمر 40,000 اون حالت سایفای رو داره، اون دوتا دیگه بیشتر فانتزی هستن. اما یه توضیح فانتزی کلی از در چه مورد بابت؟ چی؟ از 40,000 فانتزی تر؟ 40,000 اونا سایفای ساینتیفیک فیکشنه، علمی تخیلیه، آها، اونا اونا تخیلی انسان خالصن. نداره یعنی؟ چرا؟ اونا به انگار مثلا توی دنیای تاریک ارباب حلقات شکل گرفتن، اینا توی دنیای تاریک انسان‌ها در طی 40,000 سال آینده یا سال 40,000، آها، جایی که تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده. این دوتا متوجه ستینگ شد. مختلفن، البته نقاط مشترک زیاد دارن، ولی آم، حالا من با یه کد شروع میکنم. یه جمله هست که احتمالاً اگر جایی از وارهمر شنیده باشین این جمله رو شنیدین. من کوت کاملش رو نمیخونم، فقط پاراگراف سومش رو در واقع میخونم که خیلی خوب فکر میکنم این دنیا رو توصیف میکنه. This is a dark and terrible era where you will find little comfort or hope. Forget the power of technology and science. Forget the promise of progress and advancement. Forget any notion of common humanity or compassion. There is no peace amongst the stars, for in the grim darkness of the far future there is only war. این جمله ای هستش که معمولا اکثر بازی‌ها و همه چیز باهاش شروع میشه که فکر میکنم حتما. خیلی خوب یه ستینگ رو معرفی میکنه که ما با چی سر و کار داریم بیشتر. حالا همونطور که گفتم وارهمر در اصل بورد گیم بوده و هستش. از سال 1987 در کنار بورد گیم های دیگه گیمز ورکشاپ این رو منتشر کردن و الان بورد گیم های مختلفی توی ستینگ وارهمر 40,000 وجود داره، مثل بازی عادیش، کامبت پترول، کیل تیم، نکروموندا و غیره. توی ایران اینا هیچ وقت بزرگ نشدن چون ما بورد گیمش رو نداشتیم و بورد گیمش در حالت عادی وقتی که شما درآمد خوب دلاری هم داشته باشین خیلی گرونه، چون باید حجم زیادی مینیچر جمع بکنین، ارتش برای خودتون درست کنین، رنگشون کنین و ببرین یه جایی دیگه که یک نفر دیگه هم همینقدر پول و وقت رو هزینه کرده بشینین عین شطرنج با هم دیگه بازی بکنین. البته همون هیچ وقت داخل ایران بزرگ نشده، اما الان با گیم های جدیدی که میاد مثل اسپیس مرین 2 معروفتر شده و علاقه بهش بیشتر شده. توی مدیا الان آمازون اگر زیرش نزنن در حال ساختن فیلم و سریال داخل این سری هستن. خود گیمز ورکشاپ یه پلن سابسکریپشن تور داره که داخلش یه سری انیمیشن میذاره. تو یوتیوب میتونین فن مید
ویدیوهای خیلی زیادی پیدا بکنید و توی بازی هم که بازی خیلی زیادی هستن اکثرا خوب نیستن، اما خب یه سریشون مثل اسپیس مرین 2 مورد توجه عموم قرار میگیرن و خیلی چیز با کیفیتی ازشون در میاد. حالا میتونیم بریم سراغ خود دنیاش. دنیای وارهمر 40,000 داخل آینده خیلی دوری هستش که انسان‌ها به عنوان یک سیویلایزیشن دوچار توی نقطه گیر کردن، استگننت شدن، راکت شدن، هیچ پیشرفتی نمی‌کنن، در واقع پسرفت می‌کنن، به بالاترین حد تکنولوژی خودشون رسیدن و بعد فروپاشی اتفاق افتاد برای امپراتوری که داشتن، برای سیویلایزیشنی که داشتن. اگر ما بخوایم با یک سوال میتونم کلمه، بپرسم؟ آره برو راحت باش. چه فروپاشی؟ خب الان میگم. آه. دنیای وارهمر 40,000 داره به در واقع هزاره‌ای که داخلش این اتفاق میفته، به سالی که داره اتفاق میفته اشاره میکنه. ما اول از همه هزاره اول رو داشتیم. معلوم نیست این 40,000 میلادی یا چی هستش، چون قبل از اون رو بهش میگن ancient times. اما توی هزاره اول ایج آف ترا رو داشتیم. ترا همون کره زمین هستش، داخل اینجا بهش میگن ترا. که بعد انسان ها شروع کردن پیشرفت کردن تکنولوژی جدید، شروع کردن از زمین خارج شدن، قلمروشون رو گسترش دادن تا رسیدن به سال 15,000 یا بر اساس یه سری منابع دیگه سال 21,000. اینجا جایی بود که دارک ایج آف تکنولوژی شروع شد. دارک ایج آف تکنولوژی منتها علیه تکنولوژی انسان ها بود. جایی بود که انسان ها به بالاترین حد توان خودشون رسیده بودن و تکنولوژیشون عملا یه چیزی مثل جادو بود. AI درست کرده بودن که دقیقا مثل ترمیناتور مثلا شد و اتفاقی که بعد از اون توی سال 25,000 یا 26,000 افتاد Age of Strife بود. جایی بود که یا بهش در کنار این Old Night هم میگن، یه اتفاق دیسترکتیو و نابود کننده بود که باعث شدش انسان ها اون سیویلایزیشنی که داشتن از همدیگه بپاشه و این ایج تا سال 30,000 طول کشید. اتفاقات مختلفی در آن باز افتاد، اما به طور کلی اطلاعاتی که ما از اتفاقات قبل از Imperium of Mankind از سال Imperium میشه 41,000 ما خیلی اطلاعات دقیقی نداریم. یه سری اطلاعات کلی وجود داره، اما سال 30,000 Age of Strife تموم شد و آی آف ترور باز شد. من اینا رو بعدا همه رو توضیح میدم، الان فقط میگم که با اسامیشون آشنا باشی. یه خدای کیاس به نام اسلنش به دنیا اومد و امپراتور Emperor of Mankind، امپراتور خودش رو به عموم نشون داد و یک جنگی رو شروع کرد به نام یونیفیکیشن وار. در طی این ایج آف استریف انسان ها از همدیگه جدا شده بودن، سطح تکنولوژیشون اومده بود پایین و داخل یک قلمرو خیلی گسترده در کهکشان راه شیری پراکنده شده بودن. ارتباطشون رو با همدیگه از دست داده بودن. در جاهای مختلف وارلوردهای مختلف، افراد مختلف کنترل رو بر عهده گرفته بودن، حکومت‌های دیکتاتوری برای خودشون تشکیل داده بودن. روی کره زمین امپراتور خودش رو نشون داد و یه چیزی شروع کرد به نام یونیفیکیشن وار. داخل این یونیفیکیشن وار اومد در واقع زمین رو از افراد مخالف خودش پاک کرد و زمین یا ترا رو گرفت و بعد از اون یه چیزی شروع کرد به نام گریت کروسید. گریت کروسید قصدش این بودش که برن و تمام قلمرو انسان‌ها رو برگردونن به انسان‌ها و همه رو دوباره به همدیگه وصل کنن و متحد کنن. حالا من جلوتر در مورد امپراتور و افراد دیگه که در این مدت دخیل بودن میگم، اما الان فقط دارم تایملاین کلی اتفاقات رو میگم. سال 31,000 گریت کروسید تموم شد. یه اتفاقی افتاد به نام هورس هرسی یا کفر هورس و امپراتور در واقع
به طریقی میشه گفت که مرد و اونجا جایی بود که Imperium of Mankind شکل گرفت. First Age of Imperium شروع شد. بعد از اون ما یک سری ایج دیگه ای داشتیم مثل سال 36000 Age of Apostasy، 37 Redemption تا 41 که Dark Age of Imperium و ستینگ فعلی مونه و ما الان در این لحظه طبق آخرین ادیشن های بازی فکر میکنم توی سال 42000 یا 43000 هستیم که ایندامیتس کروسید داره اتفاق میفته. امپرور که قرار بود هیچ وقت نمیره. خب اشتباه دارم میگم یا نه درست میگی، امپراتور نامیراه، اما نامیراییش یک سری ضعف ها داره و در این حال نامیرایی به معنای سالم بودن نیستش. امپراتور الان به صورت یک اسکلته که روی یک تخت طلایی آره دقیقا یک تخت طلایی قرار داره به نام گلدن ترون و هر روز 1000 نفر رو براش قربانی میکنن که در واقع به حیاتش ادامه بده با کلی دستگاه بهش وصل شده و الان بیشتر از 10,000 ساله که اونجاست، به زور زنده نگهش داشتن. هرچند طبق اتفاقات جدیدی که داخل این دنیا داره میفته امپراتور داره مثل اینکه به ستینگ برمیگرده و زنده میشه، اما معلوم نیست چه اتفاقی میفته. اینا معمولا چیزاییه که گیمز ورکشاپ گنگ نگه میداره تا بعداً بتونه هر جوری میخواد باشون بازی بکنه. اما خب الان ما یه خب چقدر مسخره که 1000 نفر واسش قربانی کنه. 1000 تا خب انسان دلیل یا داره. تا حالا میتونه اسیرم باشه؟ انسان، 1000 تا انسان سایکر. ما داخل دنیای وارهمر یه سری جادوگر داریم به اونا میگن سایکر و هر روز 1000 تا سایکر رو برای امپراتور قربانی میکنن. امپراتور در واقع، حالا بذار اصلا در مورد امپراتور الان صحبت بکنم. امپراتور منشأش نامشخصه، کسی نمیدونه واقعا کی بوده، از کجا اومده، اما میگن که از عصر برنز تا به امروز حضور داشته، یعنی سنش بیشتر از فکر کنم 35,000 سال سن داره و حتی یه سری چیزا بود که میگفتن این اصلا انسان نیستش، اما اکثر منابع میگن که انسان هستش و قدرتمندترین سایکر یا جادوگر انسان هاست یا دنیاست، حتی میشه اینطوری گفت. در طول تاریخ جای شخصیت های مختلفی بوده، اسامی مختلفی داشته، اسم حالا من الان ندارم اینجا ولی اسم یه سری شخصیت های تاریخی رو می آوردن میگفتن این امپراتور بوده، امپراتور خودش رو به این اسم معرفی کرده. و بعد از اینکه انسان ها در واقع فروپاشی داشتن این خودش رو نشون میده و میشه رهبر انسان ها، میشه من یه چیز امپراتور دیگه واقعا. شنیده بودم. ببین این درسته یا نه؟ میگفتش که یه سری شمنهایی بودن که شمن با سایکر فرق میکنه. نه خب به تموم کن بگو یه بذار سری تا شمنهایی بودن، میگفتش که حالا وارپا هنوز نگفتی، ولی میگفتش که شمنها نامیرا بودن، یعنی هر وقت میمردن میرفتن تو وارپ و دوباره مثلا توی یه کالبد دیگه زنده میشدن و این چرخه رو همیشه داشتن. بعد از یه مدت که وارپ مسموم شده و آلوده شده، شمنها وقتی متوجه شدن که اگر بمیرن و برن تو وارپ دیگه نمیتونن برگردن، همشون قدرتشون رو جمع میکنن و انگار وقتی که میمیرن میرن تو وارپ و دوباره تو کالبد یه انسان به خصوصی که توانایی مثلا هندل کردن همه اون قدرت و ظرفیت روحی رو داشته برمیگردن. یعنی تنهایی نمیتونستن، همگی با هم رفتن و برگشتن که اون شخص امپروره، واسه همین خیلی قدرتمنده و کلی جادو توشه و همون چیزایی که گفتی. اینی که میگی معتبرترین داستان هستش ولی تایید نشده که واقعا همچین چیزیه. شمن ها در واقع سایکر بودن، جزو اولین در سالهای سال قبل، چون وارپ یه چیزی نیستش که فقط 40,000 سال وجود داشته باشه. یا این ستینگ در واقع واقعیتش مثل ستینگ ما دیگه چند میلیارد سال عمرشه و شمن ها توی فکر کنم اون عصر برنز سایکرهای انسان ها بودن، انسان هایی بودن که قدرت جادو داشتن و اینا
یه داستان هستش که اینا با هم دیگه ترکیب شدن، انگار روحشون یا قدرتشون با هم دیگه ترکیب شده و حاصلش شده امپراتور. اما این اینجوری نیست که بگیم 100% این اتفاق افتاده، ممکنه چیز دیگه ای بوده باشه. بک‌گراند امپراتور همیشه مبهمه و مبهم هم خواهد موند. میذارن که تئوریای مختلف بر اساس منابع مختلف شکل بگیره چون اینجوری جذاب تره. اما حالا امپراتور خودشو نشون میده و انسانها رو روی کره زمین زیر بنر خودش جمع میکنه و بعد از اون پرایمارک ها رو درست میکنه، فرزندان خودش رو درست میکنه، ارتشاش رو جمع میکنه که بره دنیا رو بگیره. آها، پرایمارک ها رو حالا حتما بگو که چیزن، چون که هیچ ایده ای ندارم راجبشون. آره میگم. بعد از این اتفاق هورس هرسی اتفاق میفته و امپراتور در واقع توسط هورس فرزندش که حالا توضیح میدم آسیب میبینه و تا یک قدمی مرگ میره، اما به وسیله یک تخت پادشاهی که انگار از دارک ایج آف تکنولوژی باقی مونده به نام گلدن ترون، تخت طلایی، زنده نگهش میدارن. اینو به دستگاه وصل میکنن. اگر عکسای امپراتور رو الان ببینی، عکسایی که ازش وجود داره، یه اسکلته که کلی سیم رفته داخلش. حالا بذار من نداری یه عکس از امپراتور الان دارم که برات میفرستم که ببینی کیه. اینا آرت ورک هایی که ازش وجود داره. یک انسانیه که مثلا 8 فوت 9 فوت قدشه، یعنی 3 متر قدشه، یه چیز عظیمیه، مثل خدا میمونه. و داخل ستینگ فعلی امپریوم فعلی که امپریوم الان انسان ها زیر کنترل یک سیستمی هستن به نام امپراتوری انسان ها، امپریوم آف منکایند، یا به طور ساده تر امپریوم. یک امپراتوری کهکشانیه که طبق یک سری اعداد حدود 1 میلیون ورلد، یعنی فکر کنم سیاره شاملش میشه و 10,000 ساله که الان ادامه داشته و وجود داشته و داخلش امپراتور به عنوان خدا پرستش میشه. حالا امپراتور میخواستش انسانها رو متحد بکنه، بره توی کهکشان و همه رو در واقع همه انسان‌ها رو دوباره جمع بکنه. برای این کار برای خودش یک سری سرباز تحت عنوان پرایمارک درست کرد و یک سری لژیون از سربازهای سوپر هیومن، انسان‌هایی که به صورت ژنتیکی مودیفای شدن با یک سری تکنولوژی خیلی خیلی پیشرفته که برتر از هر چیزی باشن، سربازایی باشن که نمیترسن، خیلی خیلی قوی هستن و هر کاری میتونن بکنن. اینجا جایی که من باید یکم در مورد وارپ صحبت بکنم تا قبل از بفهمی اینکه صحبت پرایمارک. بکنید یه بله. سوال کلی، هیچ وقت هیچ زنی توی کل این داستان وجود داشته یا نه؟ کدوم داستان؟ کل وارهمر. آره نه، شخصیت زن خیلی زیاد داره. تو اسپیس اه؟ مرین ها که حالا ما ذهنیتمون از این ستینگ اینه که انسان ها خوبن یا اسپیس مرین ها خوبن بقیه بدن. نه، توی ستینگ نه وارهمر همه اتفاقا بدن. اینو بعداً میخواستم صحبت بکنم. آره این یه ستینگی هستش که بهش میگن گریم دارک، دیستوپیانه، همه توش بدن، همه کارهای غیر اخلاقی انجام میدن و شخصیت زنم زیاد داره. اما اسپیس مرین ها نمیدونم عوض شده یا نه، ولی طبق لور، طبق داستان بازی نمیتونستن از خانوم ها باشن به خاطر فیزیولوژی بدنشون. شاید این عوض بشه چون همچین چیزی رو در مورد یه دسته دیگه آدم داخل وارهمر هم میگفتن، ولی ما اسپیس مرین زن نداریم. اما زن داریم، اتفاقا سیسترز آف بتل رو داریم که بعد بهت میگم تماما زنه. آها، شنیده بودم. بعد یه چیز آره دیگه این که اون پرایمارک هایی که درست کرد چجوری درستشون کرد؟ یعنی همون سیستم حاملگی و بچه آوردن یا نه با نه تکنولوژی حالا خودشون؟ الان میگم. دارم جلو اینو میرم. آره چون اول باید بدونیم وارپ چیه که بعد اسپیس مرین از کجا اومده. میخواستم یکم کلی تر باشه ولی داریم داخل دیتیل میریم. داخل دنیای نمیشه وارهمر. نرفته داری دیگه مبهم میذاری. اوکی بگو. آره خب آخه اینا باید باز بشه، ولی وارپ
داخل وارهمر در واقع جهنمه، یک بعد موازی با بعد فیزیکی که ما داریم که تمام این قدرت سایکرها ازش میاد. یک سایکیک دیمنشن هستش که موازی دنیای واقعی هستش. اسمای مختلفی داره: وارپ اسپیس، ایمتریوم، امپیریان، ایتر، سی آف سولز، هل، افترلایف. جایی که در واقع میشه گفت روحها بعد از اینکه میمیرن به اونجا میرن و به خودی خود نه بده نه خوبه. اما در طی اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده، وقتی میگم در طول تاریخ فکر کن 60 میلیون سال اخیر داخل این ستینگ، یک سری موجودات داخل این وارپ به وجود اومدن به نام کیاس گادز. ما 4 تا کیاس گاد داریم به نام های، عکس هم دارم برات بفرستم. اوکی. به نام این کورن. عکس هم که از امپرور فرستادی چیز بود، اصلا اسکلت نبود. نه این عکسیه که فکر میکنن امپراتور در اصل قدرتش اینطوری بوده. اینو بگم که کیاس آها. گادز ها فرم فیزیکی ندارن، یعنی چیزی که تو اینجا میبینی همه ایلاستریشن و تصور افراد هستن. این کورن هستش، خدای جنگ میشه گفت. اسمشو بعدش بنویس چون شاید اشتباه بشنوم. کورن، KHORNE، دقیقا مثل گروه کورن. کورن، مثل بند کورن. نمی آها. که خونده میشه کورن. کورن. آره، کورن. مثل اوکی. ذرت. بعد زینچ رو داریم. زینچ رو نمیدونم چطوری بنویسم. خدای تغییر، خدای دسیسه. در کنار اون نرگل رو داریم. آرتورک این خفنی. آره، حالا هیچ کدوم هم واقعیتش اینه که واقعی نیستن. بعد نرگل رو داریم، بهش پدر بزرگ هم میگن. خدای پوسیدگی، خدای انتروپی، خدای تغییر نکردن، خدای بیماری و در این حال زندگی. و در آخر هم اسلنش رو داریم که من از اسلنش نتونستم عکسی پیدا بکنم تحت عنوان آرت ورک اسلنش به جز یه چیزی مثل کورت آف اسلنش. اسلنش پرنس آف پلیژر و اکسسه، تو اینی که هر چیزی که باعث لذت میشه اکسسیو بشه، مثل سکس اکسسیو بشه، درد اکسسیو بشه، مواد مخدر اکسسیو بشه. این میشه اسلنش. ما این 4 خدا رو داخل جهنم داریم به اضافه هزاران میلیون ها دیمنی که اونجا هستن با درجات قدرت مختلف. اینا میجر دیمنه گاد های چجوری به اونجا وجود هستن، اومدن؟ وجود داشتن داخل آها، وارپ چون وجود داشتن. جهنم بوده. آره، یعنی اوکی. چیزی نبوده که خب. به وجود بیان. در واقع اینها هم اینجوری نبوده که به وجود بیان، انگار همیشه وجود داشتن، اما بعد به خاطر اتفاقاتی که افتاده قدرتمند شدن و شدن این چیزی که الان هست. انسان ها، همه موجودات با افکاری که دارن، چون به وارپ وصلن، افکارشون روی وارپ تاثیر میذاره. اگر همه به جنگ فکر بکنن، همه به بدبختی فکر بکنن، اون به اینا قدرت میده. و الان اگر فکر کنی اینا داخل یه ستینگی هستن که همه بدبختن و این باعث میشه که مرتبا به اینا در واقع انگار قدرت اینا بیشتر بشه. حالا من اینجا اشتباه هم میکنم چون خیلی اطلاعات زیاده. توی قسمت های بعد وقتی که مثلا ریز بشیم روی کورن میتونم اینا رو اصلاح کنم. اما خب حالا ما یه سری کیاس گادز داشتیم و امپراتور در واقع کلیت داستانش اینه که مخالف کیاس گادزه و داخل ایمپیریم و یه کاری کرده بود که به همه میگفتش نه کیاس وجود نداره، کیاس گادزی وجود ندارن، اصلا خدایی وجود نداره. یکی از ستونهای اصلی امپراتوری که داشت درست میکرد این بودش که دین وجود نداره، خدایی وجود نداره، هیچ چیزی برای پرستش وجود نداره. و فکر میکنم با این کار سعی میکردش که در واقع با حالت پرستش رو از بین ببره، به خاطر اینکه اون چیزی که تو وقتی که یکی از بستگانت مثلا مریض هستش و دعا میکنی که خوب بشه، در واقع خواه ناخواه داری به نرگل دعا میکنی و باعث قدرت گرفتن نرگل میشی. که حالا تیکه آیرونیک و اینش اینه که وقتی که امپراتور مرده
امپراتور رو به عنوان خدا میپرستن. انقدر سال گذشته از اون اتفاقات شکلگیری امپیریوم و شکلگیری گریت کروسید و امپراتور و اطلاعات داخل این دنیا منتقل نمیشه و همه انگار داخل یک بی اطلاعاتی و نادانی مزمن زندگی میکنن که امپیریوم الان خیلی جدی امپراتور رو به عنوان خدای خودشون میپرستن و کتاب دارن در موردش، انجیل دارن عملا. حالا میرسیم به پرایمارک ها. امپراتور میاد این 4 تا کیاس گادز رو گول میزنه، یه جوری یه قسمتی از قدرتشون رو میگیره و با این قدرتی که گرفته میاد 20 تا دمیگاد درست میکنه، دمیگاد هیومن درست میکنه به عنوان 20 تا پرایمارک. تا جایی که میدونم در واقع یک سری، نمیدونم این بچه ها رو به وجود آوردن، بچه بیولوژیکیش نیستن، فکر کنم یه مقداری از ژن خودش رو با یه سری چیزای دیگه توی بچه مثلا نوزاد وارد میکنه با تکنولوژی خفنی که دارن که این 20 پرایمارک درست بشن. و بعد از این قضیه این کیاس گادز عصبانی میشن که ما رو گول زدی، به قولت عمل نکردی، هر قولی که بوده ما نمیدونیم، و باعث میشن که این 20 دمی هیومن، دمی گاد، این 20 نوزاد توی ظرفایی که هستن، تو پادهایی که هستن، توی وارپ پرت بشن. اینم باید بگم که داخل این ستینگ ما در واقع چیزی به نام تلپورت نداریم. وقتی که میخوای از یک سیاره به یه سیاره دیگه ای بری، تکنولوژی مختلفی وجود داره. داخل اکثر ستینگ های فانتزی تو سفر سریعتر از سرعت نور رو میبینی. اینجا توی ستینگ فعلی تنها کاری که اکثر مخصوصا انسان ها میتونن بکنن اینه که یه پورتال باز کنن، برن داخل وارپ، یه جای دیگه ازش در بیان و مثلا اینجوری یه مسافت چند هزار سال نوری رو یهو طی بکنن. ولی وقتی که داخل وارپ هستن مورد حمله دیمن ها قرار میگیرن و چیزای دیگه. حالا این کیاس گادزا باعث میشن که این پرایمارک ها 20 تا طفل داخل وارپ گم بشن و هر کدوم برن یه جایی، اونجا یه اینا رو پیدا میکنن، اینا بزرگ میشن و امپراتور گریت کروسید خودش رو که شروع میکنه، میاد از ژنی که این بچه ها داشتن 20 تا لیژن هم درست میکنه، میشن لیژنز اف اسپیس مرین یا اسپیس مرین لیژنز. اینا میشن اسپیس مرین ها. در واقع اسپیس مرین های هر چپتر یه قسمتی از ژن پرایمارک خودشون یا پدر خودشون رو داخل خودشون داشتن و بعد امپراتور میاد این هر لیژناشو درست چپتر رو میکنه. اینا رو بعدن میگی؟ آره، ما الان چیزی به نام چپتر نداریم، ما الان فقط 20 اوکی. تا لژیون داریم. چپتر یه چیزیه که بعدها اتفاق میفته که الان هم خیلی خب زوده در موردش صحبت کردم. ولی ما 20 تا لژیون داریم که حالا میخوای اسمشون رو میتونم بهت بگم. اوکی، همین الان اسما یادم نیست، خیلی 20 اسم آره، دیگه اضافه اونا بکنی رو فقط بعداً خودت بعد اسپیس مرین، تو فکر کن ما یه سری اسم داریم، 20 تا لیژن داریم، 20 تا پرایمارک داریم. امپراتور گریت کروسید خودش رو شروع میکنه و در همون حین دنبال بچه‌هاش میگرده. این اسپیس مرین هاش هم با خودش میبره و هر کدوم از این بچه‌ها رو که پیدا میکنه به خدمت خودش درش میاره، لیژنش هم بهش میده، میگه خب بیا سربازات، برو ببینم چی کار میکنی. بچه‌اش برو کراپت نشدن؟ در طی وارپ نه، نوزاد بودن، بعد آها. یه جای دیگه به دنیا اومدن و بزرگ شدن. ولی خب مثلا اینطوری بوده که توی 6 ماهگی سایز یه بچه 6 ساله بودن و توی 2 سالگی سایز یه مرد 21 ساله بودن. آره. حالا ما اسپیس مرینا رو گفتیم، پرایمارک ها رو گفتیم. بعد از خب اینا یه اتفاقاتی میفته، هورس هرسی اتفاق میفته در طی 2 تا از این 20 لیژن. ما نمیدونیم چه اتفاقی براشون افتاده، از تاریخ محو شدن، 18 تا میمونن. از این 18 تا 9 تاشون به امپراتور خیانت میکنن، 9 تاشون به امپریوم و انسان ها خیانت میکنن و در واقع به کیاس میپیوندن. 9 تاشون لویال باقی میمونن که ما 9 تا لویالیست لیژن رو داریم و 9 تا کیاس اسپیس مرین لیژن رو داریم. اوکی، این از داستان اول تا الان اینقدر
امپرور رو بالا بردی و گفتی خیلی قدرت زیادی داره که یاسکادا رو گول زده، بعد نصف ارتشش بهش خیانت کردند. خیلی چیزه آره که آره آمار خوبی نیست. نه امپراتور هیچکی نمیدونه چطوری فکر میکنه، چی میخواسته، هدفش چی بوده. امپراتور خیلی سیکرتیو بوده، اصلا در مورد کیاس گادزا به بچه‌هاش به هیچ کسی هیچی نمیگفته، هیچ اطلاعاتی نمیذاشته درز بکنه و همین ها باعث میشه به صورت جوک میگن امپراتور پدر خیلی بدی بوده، اصلا با بچه‌هاش خب وقت نمیگذرونده، باشون مهربون نبوده، بهشون چیزی یاد نمیداده و همین امر باعث میشه که کیاس گادز ها فرصتی پیدا بکنن که در واقع 9 تا از این لیژن ها رو به سمت خودشون برگردونن. بعد ما و پرایمارکا من رو تو داستان داریم به عنوان یه شخصیت‌های تاثیرگذار و مثلا که بجنگن یا نه چون یه دمیگادن. تعدادشون رو داریم، یه تعدادشون حتی مهره دارن و توی بازی میتونی ازشون استفاده بکنی، یک سریشون هنوز معلوم نیست کجان. اینا رو در طی سالها گیمز ورکشاپ آروم آروم داره میگه فلانی برگشت، فلانی پیدا شد، فلانی داشت این کارو میکرد. خیلیاشون هنوز نمیدونیم دارن چی کار میکنن یا دقیقا الان چند تا کجا پرایمارک هستن. داریم توی سیر توی فعلی بازی؟ که میتونی روی تیبل تاپ بازی بکنی باهاش. دو آره حالا تا لویالیست میشناسیمشون. پرایمارک داریم. نه شناختن که همه رو میشناسیم. 2 تا لویالیست پرایمارک داریم. 4 تا که اتفاقا آخریشون 1 ماه پیش اومد فکر کنم، 4 تا کیاس پرایمارک داریم عالی شد. در واقع. آره خب حالا من نمیخوام بیشتر از این در مورد اسپیس مرینا و اینا توضیح بدم چون اینا داستانه که ادامه داره، میخوام بقیه ستینگ رو باز بکنم. امپریوم آف منکایند به عنوان نیروهای خودش خب اسپیس مرین ها رو داره، در کنار اون یک سری ارتش های دیگه ای هم داره، یک سری فکشن های دیگه ای هم هستن داخلش. اولیش استرا میلیتاروم یا امپریال گارد سلطنتی که در واقع سرباز عادی هن. تعداد میلیون ها میلیارد ها سربازن که مرتبا میمیرن و جایگزین پیدا میکنن و در واقع ارتش خالی هستن، بکبون امپریوم رو تشکیل میدن. سرباز عادی که میگی منظورت همون سربازهای تقویت شده و خفنه یا نه نه آدمای عادی مثل نه خودمون؟ آدم عادی مثل خودمون، آدم عادی که مجبور به جنگه، هیچ شخصیت خاصی نیست، هر آن ممکنه بمیره. مثلا تو الان میتونی یه عکسشون رو ببینی که حجم خیلی زیادی آره. هستن و مرتبا میمیرن، مرتبا جایگزین میشن. در کنار اونها ما سیسترز آف بتل یا ادپتاس سروریتاس رو داریم. این که گفتی آیا زن داریم داخل ستینگ یا نه. یه ساب دیویژن تماما زن هستش از بازوی اعتقادی امپیریوم به نام اکلیزیارکی یا در واقع انگار کلیسای امپراتور. اینا همه آها. سرونت های امپراتورن، راهبه همه هم. زن هستن. آره دقیقا راهبه های جنگجوان همشون و اینا تقویت نشدن تا جایی که میدونم، اما خب سلاح ها و اینای بهتری دارن و مثل یک ارتش میجنگن، کار مختلفی انجام میدن. بعد از اینا ادپتس مکانیکس رو داریم. ادپتس مکانیکس که من الان یادم اومد ازش عکس ندارم، یه لحظه بذار. تک پریستس آف مارک هستن یا مکانیکم. بعد از ایج آف استرایف، بعد از اینکه در واقع امپراتور زمین رو میگیره، در همون حین داخل مریخ، چون مریخ سطح غیر قابل زندگی داره، افراد زیر زمین تا جایی که میدونم زندگی میکردن و کندن و کلی شهر درست کردن و تکنولوژی های مختلف دارن و در طی اون ایج آف استرایف افرادی که میتونستن، چون بقاشون به کار کردن دستگاه هایی که داشتن وصل بوده، افرادی که میتونستن این دستگاه ها رو سالم نگه دارن، تعمیر بکنن، معروف شدن
مورد پرستش قرار گرفتن و ذره ذره در کنار اینها یک کالت شکل گرفت، یک فرقه شکل گرفت به نام فرقه مکانیکس که بعد امپراتور اومد و به یه طریق اینا رو با خودش همراه کرد و اینا در واقع الان مهندسین امپریوم هستن. در کنار جنگیدنشون وظیفه ساخت سلاح‌ها، تانک‌ها، همه چیز رو دارن و کل تکنولوژی در واقع امپریوم رو این افراد انجام میدن. قسمت‌های مختلفی از بدنشون رو سعی میکنن با وسایل مکانیکی تغییر بدن، عوض بکنن و باور دارن که گوشت انسان، گوشت بدنشون ضعیفه و باید این رو با آهن که قوی هستش عوض بکنن. برای یه دستگاهایی که سوال دارن جانم. اوکی بگو. اینایی که داری میگی انگار ارتشای دیگه به غیر از اسپیس مرینا دیگه، آره؟ آره آره دارم آها. فکشن های مختلفی که در واقع میشه توی بازی کرد و میجر فکشن های کلا ستینگ هستن رو میگم. سمت ایمپریم بعد اسپیس مارین ها رو قدرتشون داریم. رو خب بگو، ای وسط حرفت میپرم. اسپیس ولی مارین ها رو قدرتشون داریم. نسبت به اسپیس مرین ها تو چه سطحیه؟ اینا قوی ترن این یا اصلا نباید اینا ضعیف رو اینجوری ترن مقایسه همشون؟ بکنی. اسپیس مارین ها خیلی خیلی کمترن. اسپیس مارین ها یه دونه سوپر سولجرشون مثلا حریف 100 یا 1000 نفر میشه. اما چیزی که تو داخل امپریال گارد خیلی زیاد داری آدمه. انقدر تیر بزنین تا بمیره، انقدر با تانک بهش شلیک کنین تا بمیره. اسپیس مارین ها حالت سرباز عادی ندارن. حتی آدم های عادی خیلیشون در طول زندگیشون اصلا اینا رو نمیبینن و وقتی میبیننشون یه حالت پرستش دارن نسبت بهشون میگن Angels of Death. اینا فرشته های امپراتور هستن، مقدسن تا حدی حتی براشون. هیچ در کنار چپتر اینها اسپیس مرین ها به عنوان گارد امپراتور فعالیت نمیکنه؟ چون فکر کنم یه چپترشون هست، نیست؟ چپتر اسپیس مارین نیست، اونو بعد از این میرسیم میگم بهت. اوکی. اسپیس مارین نیستن. حالا ما پس سمت امپریال گارد رو داریم، ادپتس سوروریتاس رو داریم، مکانیکس رو داریم و در آخر این رو داریم که تو الان میگی ادپتس کستودیز. اینا ملازمین امپراتور هستن. اینها حتی از اسپیس مارین ها تکنولوژی خفنتری در شکل گیریشون استفاده شده. اسپیس مارین ها یه پرایمارک دارن، اینا پرایمارک ندارن. اینا تا جایی که میدونم ژن خود امپراتور بوده که در واقع اینا رو شکل داده، یه قسمتی از ژنش رو گذاشته. اینا سربازای شخصی امپراتور بودن که الان وظیفهشون نگهداری از بدن امپراتوره، اما به شدت قدرتمندن. یک نفرشون میتونه چند تا اسپیس مرین رو شکست بده و حالا تو حساب کن بقیه رو چی کار میتونه بکنه. سلاح‌های مثلا شخصی خودشون رو دارن که فقط خودشون میتونن ازش استفاده بکنن. اینا دیگه سوپر 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 سولجرن. خب مگه پرایمارکا رو گفتی؟ آها اینه که عکسشو فرستادی. پرایمارک ها پرایمارکا در گفتی واقع از از اینو جن. بالاترن. آها. اینا 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 ولی گارد شخصی امپراتورن. اینا فقط به فرمان امپراتور گوش میدن و میدادن و تا مدت ها تنها کاری که میکردن بعد از در واقع فال آف امپرور این بوده که مراقبش بودن. حالا الان یکم فعالتر شدن، بهشون گلدن بویز هم میگن. آرمور طلایی دارن، یه قیافه خیلی خاصی دارن. حالا بذارینم عکس بهتری میتونم پیدا بکنم ازشون یا نه. این عکسی که فرستادی حق مطلب رو ادا نمیکنه. آره آخه خیلی از این آرت ورک هایی هستش که در طی سالها مثلا خیلی وقت پیش اومده بیرون. بذار مثلا این رو داشته باش یا این یه مهرشه. تعدادشون خیلی کمتره، خاصن، یونیکن و تا جایی که میتونم دیگه قابل تولید نیستن، اما مطمئن نیستم، شاید هم باشه. این شد Imperium of Mankind. حالا ما یک سری چیزهای دیگه مثل اینکویزیشن و چیزهای مختلف رو داریم، ولی من الان فکشنهای کلی رو میگم که تو میتونی بری یه آرمیشون رو بخری، بذاری رو میز باشون بازی بکنی. اگر خسته شدی میتونیم اینجا تمومش کنیم، وگرنه الان میتونم برم سراغ
زینوس سراغ غیر انسان ها و غیر انسان ها رو بگم. بسته که نشدم اتفاقا. خیلی دلم میخواد بیشتر بدونم ولی خیلی دیره. بگو ولش کن. فردا خواب اوکی. آلود میرم. That's dedication. خوبه. خب یکی از خصوصیات خیلی خیلی مهم امپراتوری انسان ها اینه که زینوفوب هستن. زینوس اگر معنیش رو درست بگم یه هایگاتیک ترم هستش به معنی بیگانه. هر چیزی که غیر انسان هستش این ازش بدشون میاد. اینا نجات پرست نمیشه گفت، گونه پرستن انگار. اوکی. و خیلی وقتا مراوده با غیر انسان خیلی سریع باعث مرگت میشه، حکم اعدامت صادر میشه، تو هرتیک هستی، نمیدونم زینو سیمپتایزر هستی و مرگ. حالا ما انواع و اقسام زینوس داخل ستینگ وارهمر داریم، انواع و اقسام موجودات غیر انسان داریم، اما یه سریشون معروف ترن و اونایی هستن که داخل بازی میتونی ببینی و داستان در موردشون وجود داره. اول از همه بذار با قدیمی ترینشون در واقع شروع بکنیم، با نکران ها. نکران ها اول از همه که داخل بازی وارهمر اومدن در واقع عملا ترمیناتور بودن و بعداً آیدنتیتی خودشون رو به دست آوردن. این یه عکس قدیمی هستش مثلا از نکران ها که برات فرستادم. نکران ها یه جالبه. قومی بودن، من خودم نکران ها رو خیلی خیلی دوست دارم. نکران ها یه قومی بودن، یه جالبه. مردمی بودن 60 میلیون سال پیش زندگی میکردن و اون موقع اسمشون بوده نکرانتیر. نکرانتیر ها سیاره‌ای که توش بودن به شدت تحت تابش اشعه‌های مختلف بوده و اینا خیلی سریع میمردن. مردم بدبختی بودن، زیاد بودن، قدرتمند بودن، ولی از نظر عمرشون و شرایط زندگی خوب نبوده وضعشون. اینا دنبال راه چاره میگردن که چی کار کنیم مثلا از این قضیه فرار بکنیم. یه موجوداتی اون زمان وجود داشتن به نام اولد وانز که در واقع نقش خدایان دنیای فیزیکی رو ایفا میکردن، میرفتن جای مختلف، نژادهای مختلف رو درست میکردن، گونه‌های مختلف رو درست میکردن، خیلی قدرتمند بودن. این نکرانا میرن پیش اونا میگن آقا بیا به ما کمک کن، بیا ما رو نجات بده، ما میخوایم زندگی خوبی داشته باشیم. و اولد وانز بهشون میگن نه. یه موجودات دیگه ای که وجود داشتن داخل اون زمان اسمشون بوده کتان، CTAN یا کتان. کتان. بله. بذار عکس از کتان هم برات بفرستم چون یه عکسی نیستش که بگیم همشون این شکلی هستن. اینا هم خدا بودن، حتی بهشون میگفتن استار ایتر. اینا ستاره ها و روح ها و سیاره ها رو میبلیدن. موجودات خیلی قدرتمندی بودن. اینا میان پیش نکرانتیرها و بهشون میگن آقا ما نداره، ما میتونیم کمکتون کنیم، اصلا مشکلی نداره. شما باید در عوضش، در واقع اینا شروع میکنن به پرستش اونا و در عوضش باید برای ما بدن بسازیم. اینا با تکنولوژی خیلی خیلی پیشرفته‌ای که داشتن برای اینا یک سری بدن میسازن که اینا برن داخلشون و کتانها با اینا همکاری میکنن، یه دستگاهایی میسازن که نکرانا برن داخلش و از اون ور یه موجودی در بیاد که دیگه مشکلی نداره با نحوه زندگیش. نکرانتیرها برن داخلش. این دستگاه وقتی که اینا میرن داخلش، حالا دقیق نمیدونم چه اتفاقی میفته، فکر میکنم مشخص نیست، اما روحشون از بدنشون جدا میشه و کانشسنسشون اگر باقی بمونه میره داخل یک بدن مکانیکی و فلزی مثل عکسایی که برات فرستادم قرار میگیره. نکرانتیرهای دونپایه، سربازای عادی، افراد عادی کلا کانشسنسشون رو از دست میدن دیگه، فقط یک ماشین کنترلی هستن. اونایشون که خفن‌تر بودن، بلند مرتبه تر بودن، کانشسنسشون رو نگر میدارن. اما اینا در واقع از نکرانتیر تبدیل میشن به نکران، به یک ریس موجودات مکانیکی و خیلی پیشرفته که حالا کتانها سولهاشون رو
ازشون گرفتن و بلعیدن و با این کار در واقع انگار قدرتمند شدن. دیگه اینا روح ندارن، فقط یه گولشون زدن انگار دیگاره. دقیقاً. اصلا اون عکسی که از کتان برات فرستادم، سومی، اونی که برنزیه، اسمش است دسیور، گول زننده. اولین کتانیه آها، که اسمشون رو فرانتیرها دارم دیدنش. میبینم. آره. و حالا نکران ها 60 میلیون سال پیش به فرمان کتان ها و فکر کنم به خواست خودشون قیام میکنن، اولد وانز ها رو میکشن. اولد وانز ها اگر اشتباه نکنم برای دفاع از خودشون نژاد اورک و الف رو درست میکنن، اما موفق نبودن و در نهایت نکران ها بر علیه اربابان خودشون کتان هم قیام میکنن، اونا رو تیکه تیکه میکنن و به اسارت میکشنشون و بعد به خواب میرن و توی تومب ورلد های خودشون زیر کلی از سیاره های گالاکسی ما و میخوابن برای 60 میلیون سال، برای سالهای سال، تا بعد بیدار بشن و بیان در واقع دنیا رو بگیرن. البته چی بیدار پادشاه میکنم؟ خودشون قرار بیدار بشن بعد از یه مدتی، اما یه عدهشون در طول زمان بیدار میشن، فکر کنم زودتر، و بقیه رو بیدار میکنن. همچنین پادشاه اینا سایلنت کینگ نمیخوابه. سایلنت کینگ خودش رو مقصر میدونه و در واقع با یه کشتی خیلی عظیم و پیشرفته میره برای خودش دنیا رو میچرخه، میره به کار زشتش فکر میکنه تا یه سری اتفاقات میفته، یه سری نکرانا بیدار میشن، اینم برمیگرده بقیه‌شون رو بیدار میکنه. داستانه خیلی قشنگی دارن، کلی مشکلات سیاسی با هم دیگه دارن و حالا باید در طی چند قسمت با جزئیات بگم چون داستان خیلی زیاد دارن. اما اینا اینی نکران که ها الان هستن. فرستادی سایلنت کینگ دیگاره. آره، این سایلنت کینگه، این پادشاهشونه. این نکران ها هستن. حالا من گفتم اولد وانزا، تا جایی که میدونم اورک ها و الدار رو هم درست کردن. اورک ها الفا که گفتی؟ الف یا الف الدار؟ و اورک. خب الف نه و یه بار الدار دیگه یکی بگو. هن. داخل ستینگ وارهمر آها 40k حالا الفا در واقع اسمشون از اسپیس الفن، الدار یا آلداری اگر اشتباه نگم. حالا اورک رو به وجود میارن و الف. بیا اول با الف شروع بکنیم. الف ها یک زمانی پرجمعیت ترین ریس دنیا بودن و زندگی خودشون رو داشتن، به شدت زاد و ولد میکردن تا یک سری اتفاقاتی میفته براشون، یکم کنترل خودشون رو از دست میدن و خیلی به سمت اون اکسس، زیاده خواهی و زیاده روی جلو میرن و یه اشتباهی میکنن و باعث میشن که اسلنش به وجود بیاد. در واقع 3 تا خدای کیاس داشتیم تا یه مدتی داخل دنیای وارهمر 40k، تا جایی که الدارها انقدر فاکاپ انجام میدن که یه خدای 4می به وجود میاد. یه چیزی میتونم بگم، چه بله. جالب که الفا برخلاف تمام دنیای فانتزی که داریم اینجا بلند مرتبه و اخلاق مدار و آره، خودشون فکر میکنن که اینطوری بودن، یعنی خودشون فکر میکردن که ما برتریم و ما فلانیم و بهمانیم، ولی نه، اینجا فرق میکنن. اینجا یه ریسی هستن که یک زمانی خیلی قوی بودن، اما به خاطر خودشون از عرش به فرش میان و الان در واقع 3 دسته مختلف هستن: کرافت ورد الدار یا آسوریانی، دارک الدار یا دروکاری و اگزودایتس. کرافت ورد الدار ها که مثلا مثل اینی که عکسشو برات میفرستم، اینا متمدن ترن توی سفینه های خیلی عظیمی به نام کرافت ورلد که در واقع باعث بقای قومشون هستش زندگی میکنن و از این ور به اون ور میرن. دیگه اینا در واقع تا جایی که میدونم خونه ثابتی ندارن. در کنار اونها دروکاریا رو داری که دروکاریا دارک الفان. دارک الفن و دزد دریایی یا دزد فضایی هن. شکنجه میکنن، میدزدن، غارت میکنن، تجاوز میکنن. اینا اون مفهوم اکسسشون رو ادامه دادن. انگار فکر کن اون اسورگانی ها، کرافت ورد الدار ها فهمیدن که
خراب کردن و سعی کردن بهتر بشن، سعی کردن جبران کنن، این روکاریا به رویهشون ادامه دادن. و در آخرم اگزودایت ها رو داریم که نه اینن نه اونن، به جفت اینا گفتن ما نمیخوایم از هیچ کدومتون باشیم و اونا فرق دارن، خیلی هم اطلاعات در موردشون نیست. در بعد کنار الفا اینها بگو. بذار الفا توی این دنیا هم، یعنی توی کلا ستینگ وارهمر هم از انسانات قوی‌تر و بیشتر عمر بکنن و باهوشتر و اینان یا نه؟ مثل انسانان باهوشتر که نه، ولی بیشتر عمر میکنن نه. بیشتر عمر میکنن قوی‌تر هم هستن. آره در واقع فکر میکنم بلندترن، تکنولوژیشون پیشرفته تر. یه چیزی رو که در مورد انسان ها باید بگم اینه که تکنولوژیشون پیشرفت نمیکنه و شاید یک زمانی به منتها علیه تکنولوژی رسیدن، الان خیلی خیلی پسرفت کردن. تکنولوژیشون برای ما خیلی چیز غیر قابل باوریه، برای مایی که توی قرن 21 زندگی میکنیم، اما طبق چیزی که بودن خیلی عقب ترن و مرتبا مثلا یه رلیک از 10,000 سال قبل پیدا میکنن که مثل جادو براشون میمونه، بس که پیشرفت است. چرا راجع به اون فروپاشی هم صحبت نکردی؟ همون دارک ایج آف تکنولوژی نگفتی چه اتفاقی افتاد که اون فروپاشی اطلاعاتش شد؟ کمه و طول میکشه، یعنی یه چیزیه که باید قبلش یکم بیشتر با ستینگ آشنا باشی، بعد اینا رو آها. بری اونا رو میدونی تو میتونی مثلا 10 ساعت در مورد فقط شکلگیری امپراتوری صحبت بکنی بدون اینکه بدونی اصلا بقیه جاها چیه، ولی به نظر من بهتره که یه دید کلی از همه چیز داشته باشی، بعد فکر کنی اوکی برای من اسپیس مرین ها جذاب ترن، میخوام برم در مورد اونا یاد بگیرم، برای من فلان چیز جذاب تره، میخوام اون کار رو بکنم، چون حجم خیلی زیادی اطلاعات داره و خیلیش خسته کننده است و خیلیش خوب نیست، چون در طی 40 سال 50 سال 200 نفر آدم مختلف براش داستان نوشتن، هر کسی یه مقداری از چیز خودشو قاطیش کرده. حالا میرسیم به اورک ها. به اورک نظرم ها اورکا رو هم بگو بعد تمومش کنی. من یه چیزی هم دارم که بگم، یه نکته‌ای که بود تو کل صحبت ها. بگو اول اورکا رو بعد میگم. اورک ها پرجمعیت ترین موجودات فکر کنم گلکسی هستن الان. موجودات همون ذهنیتی که اورک ها در واقع داخل فانتزی یا داخل لیتریچر فکر کنم 3 دسته هستن. یه سریشون مثل اورکای تولکینن که سیاهن و شرورن و اینان، یه سریشون مثل اورکای داستانه قدیمی تر اروپایی هستن که شبیه خوکن و یه سری اورکا داریم مثل اورکای وارهمر که اورکایی که داخل وارکرافت هم میبینی از اینا الهام گرفتن اصلا. حالا برای اینکه شاید جالب باشه برات، تا جایی که من میدونم وارکرافت و استارکرافت جفتشون به شدت الهام گرفته از وارهمر هستن، چون گیمز ورشاپ یه زمانی رفته پیش بلیزارد بهشون گفته که میخوام بازی برام درست کنی از وارهمر 40K و وارهمر فانتزی و بعد قرارشون شکل نگرفته، اما اینا کار رو شروع کردن عوضش کردن و شده داستانه خودشون و ستینگ های خودشون. حالا اورک ها موجودات به شدت جنگنده ای هستن، بهره هوشی پایینی دارن، فقط دنبال اینن که بجنگن بجنگن بجنگن. یه لهجه فکر کنم نورس بریتیشی دارن، یه لهجه خیلی خاصی دارن که من نمیتونم حرف بزنم، ولی ذهنیتی که از مثلا یه دوز دریایی بریتیش داری اونجوری حرف میزنن. خب اینا رو اولدوان ها درست کردن، اون موقع اسمشون اورک نبوده، یادم نمیاد اسمشون چی بوده، موجودات خیلی باهوش و قدرتمندی بودن، اما در طی سالها احمق‌تر کوچیک‌تر شدن، اما هر چقدر که بیشتر بجنگن بزرگتر میشن و باهوشتر میشن. به شدت زیادن، اما دلیلی که اینا تا الان دنیا رو تصرف نکردن اینه که همش با همدیگه میجنگن، همش تو سر کله همدیگه میزنن، اتحاد آنچنانی ندارن. و یه نکته جالب در موردشون که اورک ها شاید تو فکر کنی نمیدونم یه موجودی هن مثل انسان، اما اورک ها داخل وارهمر در واقع قارچن، سبز میشن
و سبز که هستن ولی نمیدونستم قارچن و نه قارچ هم سبز سبز نیست. میشن واقعا. حالا هرچی بزرگ از توی زمین انگار در میان، از زیر بته در میان انگار واقعا. و بابت همون میگن وقتی که مثلا یه دونه اورک داخل دنیای تو وجود داره، تو بکشیش دنیای تو دیگه هیچ وقت از اورک خالی نمیشه. اینا همینجوری پخش میشن، مثل قارچ هاگفشانی میکنن و هی بیشتر میشن، هی بیشتر میشن. آها. یه چیز جالبی که دارن اینه که اینا یه قدرتی دارن، بهترین حالتی که میشه توصیفش کرد قدرت تخیله. اگر به یه چیزی باور داشته باشن اون چیز اتفاق میفته. احمق‌تر از اینن که این رو بفهمن که با قدرت باورشون میتونن باعث چیزی بشن، ولی یه سایکیک ابیلیتی دارن که مثلا اگر فکر بکنن اوکی من این 4 تا چرخ رو به این تخت چوب وصل کردم، بشینم روش صدای ماشین در بیارم، مثل ماشین راه میره و این اتفاق میفته. تکنولوژیشون عقب افتاده است. یعنی وقتی که مثلا یه اسلحه‌شون رو برمیداری شبیه اسلحه نیست، اصلا یه چیزی که به صورت فیزیکی امکان نداره شلیک بکنه یا کاری بکنه، ولی چون اینا بهش باور دارن که شلیک میکنه. سفینه هاشون به همین ترتیب، وسایل نقلیه‌شون به همین ترتیب. جالبه. آه. خب آره. که باعث میشه داخل ستینگ اتفاقات جالبی در موردشون بیفته، اما خودشون از این قضیه خبر ندارن و نمیتونن ازش استفاده بکنن و انگار هرچی باهوشتر بشن، بیشتر اینو بفهمن، این قدرتشون کمتر میشه هرچی بزرگتر بشن. و به صورت فکر کنم غریزی هرچی یه نفر قوی تر باشه اونو دنبال میکنن. یعنی وقتی که یه وارباس دارن، یه نفر که کلی کشته و گنده شده، اینا ازش تبعیت میکنن. آها. حالا دیگه با نگاه دیگه ای نداریم که زنوس گفتی، نه زنوس و فو زیناس. رینا. آره ما تاو امپایر رو داریم، لیگز آف ووتن رو داریم، تیرانیدز رو داریم و حالا بعدتر در مورد کیاس اسپیس مرینا و کیاس بیشتر میتونم صحبت کنم. ولی تیرانیدز ها و تاو امپایر و لیگز آف ووتان باقی موندن که اونا رو حالا بعداً میشه با یه سری چیزای دیگه در موردشون صحبت کرد، چون الان واقعا دیر وقته. یه چیزی که فقط تو کل صحبتات بود، هیچ حرفی و جایی واسه اخلاق نیست. یعنی اخلاق و نه خوبی و اینا تو این دنیا نیست انگار و فقط جنگه. این خیلی چیز دقیقاً. جالبیه ولی خیلی دور از ذهنه. آره حالا این یه یه راجع به وفاداری و اینا هم هنوز صحبت نکردیم، ولی انگار جذابیتی که واسه من داره کلا سیستم و ستینگ وارهمر اینه که یه سری از عواطف و احساسات انسانی رو گرفته و اونا رو بولد کرده، بقیه رو کم نکرده، بقیه رو حذف کرده و همین دقیقاً انگار درست. خیلی واسه همین گفتم فانتزی که داری میگی منظورت چیه، چون الان از نظر من این 40K هم فانتزیه. حالا درسته که سایفای از گریم دارک نظرت غیر فانتزیه. انسانی. گریم آره دارکه. آره. این برای منم همین باعث شد که جذاب بشه، چون در داستان‌های دیگه تو مثلا میگی خب آدم خوبا اینان دیگه، من خواه نخواه از اینا خوشم میاد و اینا قراره تهش ببرن. داخل فورتی که اینطوری نیست، هیچ کسی خوب نیست، هیچ کسی حتی بهتر از بقیه هم نیست. شاید در ظاهر یه عده بهتر از بقیه باشن، اما در باطنشون که میبینی همشون کراپت فقط و جنگ مهمه. وحشی و دقیقاً. و جنگاشون هم آخه هدفمند نیست، فقط زندن الان. میکشه. یعنی مثلا امپراتوری انسان ها حالا اصلا همه رو بکشه، بعدش چی؟ همچنان امپراتوری انسان هاست، همچنان یک رژیم سلطه‌گر و دین محوره که زور میگه به همه. کیاس خود و یه خود چیز امپراتور هم که آدم خوبی جالب نیست بگم دیگه، هست، نه؟ نه نه خود امپراتور ما خیلی ازش ما نمیدونیم چرا یه کاری که میکرده رو میکرده. آیا واقعا خب به بشریت و انسانیت مثلا علاقه داره؟ اصلا چرا این کارا رو میکرده؟ شاید
یه حرفای جالبی میزنم. یه سری کتاب هست که من میخوام بخونم که در واقع یکم توضیح میده که مثلا شاید یه زمانی امپراتور یه هدف خوبی توی ذهنش بوده، اما در طی سالها این این هدف گم شده به خاطر اتفاقاتی که افتاده، هی عوض شده، یه کارایی کرده که شاید از اون هدف دور شده، شاید در راستای هدفی که داشته کلا انسانیت و مورالیتی رو گذاشته کنار. آره، چون الان این حالا اتفاقاتی که افتاده تقصیر کیاس گادا هست یا نه اصلا اونا هم نقشی ندارن، کلا تمام نژادها همینجوری کثافت و بی ببین اخلاقن؟ کیاس گاد ها با خودی خود اصلا قدرتی نداشتن. چرا کورن خدای جنگ قدرت گرفته؟ چون موجودات زنده می جنگیدن، چون با جنگیدنشون میمردن، روحشون میرفته داخل وارپ، به اینا قدرت میداده، افکارشون به اینا قدرت میدادن. یعنی اگر از اول همه خوب بودن، با هم به خوبی و خوشی زندگی میکردن، ما هیچ مشکلی با وارپ نداشتیم. بعد از اون ور به خاطر اون یه سری مشکلات دیگه داشته باشیم. همه اینا همدیگه رو فید میکنن. یعنی مثلا اگر انسان ها موفق بشن همه موجودات دیگر رو بکشن، انقدر صلح و نیرو و احساسات مختلف داخل وارپ فرستادن که کیاس خیلی خیلی قوی میشه. از اون طرف کیاس اگر همه موجودات زنده رو بکشه، از گرسنگی میمیره، از گرسنگی نابود میشه. اینا پس هیچ چیزایی وقت هستن این که برای من اتفاق خیلی نمیفته. جالبن که آره بعد از این قراره چه اتفاقی بیفته. مثلا اصلا گیریم امپراتور برگرده، میخواد چیکار بکنه که هم انسان ها باقی بمونن، هم در این حال کیاس از بین بره. و اگر کیاس از بین بره، انگار فکر کن ذهنیت من اینطوریه که انگار روح از بین رفته. تو روح نداشته باشی حالا چی میشه؟ یا وقتی که بمیری دیگه روحت جایی نره، حالا چه اتفاقی میفته؟ اوه، جالب شد، جالب شد. آره ایناش کلا برای من خیلی این تفاوتی که داره با اکثر دنیاهای فانتزی دیگه، مخصوصا دنیای فانتزی که الان خیلی خیلی خسته کننده شدن، همشون ستینگ تالکین یا ستینگ یه چیز مشابه رو برداشتن، 4 تا چیز باش قاطی کردن، و اما در نهایت همون چیز قدیمیه، همون چیزیه که هزار همیشه بار دیگه انسان گفته ها، شده. آره، همیشه انسان ها نژاد خوبن یا اکثرا انسان ها بدبخت و ضعیفتر از بقیه نژادهان و یه انسان این وسط پا میشه و مثلا با قدرت خوبی و انسانیت و هوشش میتونه دقیقا عوض بکنه همه چیزو. این دقیقا واسه بار دوم سوم جذابه، ولی دیگه مثلا از یه جایی به بعد چیزی نداره به تو ارائه بکنه. این کاملا یه ستینگ متفاوته، جذب آره میکنه آدمو. و انسان‌ها آره توی این دنیا هم هیچ تفاوتی با بقیه نژادها ندارن، یعنی تمام نژادها انگار هر کدومشون بالاخره یه سری نقاط قدرت دارن، یه سری نقاط ضعف دارن. معمولا نقطه قدرت انسان‌ها همون انسانیت و مورالیتی مونه، ولی اینجا به نظرم امپراتور دیگه، یا نه؟ نقطه ضعفمون اینجا قطعا اخلاق، نقطه قوتمون قطعا اخلاقمون نیست. نقطه قوت انسان ها تعداد زیادشونه اینجا، فقط تعداد اونه که زیاد گفتی مال و اورپا. نه همه اینجا زیادن، یعنی همه اینجا تقریبا زیادن انسان ها. دلیلی که مثل اورکا نیستن، اورکا زیادن ولی توی سر کله هم میزنن. انسان ها به واسطه یک رژیم خیلی قدرتمندی که روشون هست، به صورت مادرت تو سر کله هم کمتر میزنن. توی مثلا یک سیاره، یک شهر خیلی کراپشن وجود داره، سردمدارا و قدرتمندا همه فاسدن، به پایینیاشون زور میگن، اما به طور کلی همشون از روی ترس به اضافه حجم زیادی باور دینی اعتقاد دارن که ما باید امپراتور رو بپرستیم، ما باید این کار رو بکنیم وگرنه از بین میریم. من اگر امپراتور رو نپرستم میرم جهنم، از بین میرم. میترسن. یعنی دقیقا یک حکومت دینی که خیلی خیلی جلو رفته و اون ایدئولوژی دینیشو به همه غالب کرده. آها، همون پس حرفم اشتباه هم نیست خیلی. نقطه قدرت انسان همون امپراتوره، همون سیستم امپراتور نیست، دیکتاتوری. چیزیه که از امپراتور ساختن، اون نمادی که ازش ساختن و بعد دنیایی که دور و برش شکل گرفته، Imperium of Mankind واقعا. و حالا یه چیز خیلی جالبی که داخل این ستینگ اتفاق میفته، چون همونطور که دقت کردی خیلی خیلی بزرگه،
یعنی تو داخل این آره ستینگ هیچ وقت نمیتونی یک شخصیت داشته باشی که بیاد و همه چیز رو عوض بکنه یا خیلی تاثیرگذار باشه. همه این هم انسان ها چیز قشنگیه. در بزرگترین حالتش، مثلا دیگه مهمترین انسانی که تو میتونی پیدا بکنی پرایمارکه. پرایمارک اونقدر تأثیری نداره داخل این دنیا. تو داری در مورد چند صد یا چند هزار میلیارد آدم حرف میزنی. یه پرایمارک نمیتونه همشون رو کنترل کنه، نمیتونه رو همشون تاثیر بذاره و حالا بعد میری ورای آدم ها. بابت همین داخل این ستینگ خیلی از کتابایی که میاد، حالا یه سریشون دارن خود مثلا داستان هوراس هرسی رو، یه داستانی رو جلو میبرن، خیلیشون میان از این ستینگ استفاده میکنن. داستان پلیسی جنایی داخل این ستینگ میگه به تو، داستان خنده‌دار میگه، داستان مثلا پیدا کردن گنج رو میگه، داستان یه جنگ رو میگه. افرادی که در کلیت ستینگ هیچ تأثیری ندارن، اما داستان‌های قشنگی ازشون میشه در بیاد. الان فکر مثلا کنم توی بازی اسپیس مرین تایتس مهمه دیگه. شخصیت دو یه تایتسه. شخصیت آره، هستیه. آره درست. همون اونو اما من از همه اسمش تایتس بیشتر در شنیدم. آره اما تایتس به خاطر همون بازی شنیدی. تایتس در کلیت دنیای وارهمر یه نقطه خیلی 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 کوچولوه که به خودی خود هیچ کاری نمیتونه بکنه و قرارم نیست کاری بکنه. اینا میتونه خوب یا بد باشه. تو به اون صورت آدمی نداری که بتونی آدم، منظورم یه کرکتره که بتونی خیلی روش اینوست بشی، چون اون کرکتر تو میاد، زنده است، میمیره، عمرش تموم میشه و دنیا همچنان ادامه داره. اما از اون طرف هم راه رو باز میذاره که دست آدما خیلی باز باشه، بتونن داستانهای جذابی داخل این دنیا درست بکنن. ببین نه، اگه میخواست یه شخصیت همه ی کارا رو بکنه باز مثل داستانای فانتزی دیگه میشد. و نقطه ضعفی هم که داره اینه که اگر تو با این شخصیت ارتباط برقرار نکنی، حالا مثلا با ترومای کودکیش، چه میدونم، با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنه، با طرز صحبتش، هر چی دیگه، اون داستان واسه جذاب نیست. ولی الان داستان درباره کل دنیا و جنگ هاست، نه درباره آدم ها. اینو خیلی کم داریم. شاید یکی دو تا نمونه ازش باشه. یه آره بازی درسته. استراتژی بود یادم نیست حالا. ولی اینش قشنگه. و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم این بود که همه شخصیتایی که من کلا تو بازی دیدم همه مثل همن. یعنی عواطف و اخلاقیات و احساساتشون شبیه همه. یعنی واسه همون گفتم هیچ احساسی اصلا مطرح نیست توی داستان. دقیقاً دقیقاً بهشون یاد میدن، توی سرشون فرو میکنن که تو باید به این باور داشته باشی، این کار رو بکنی. و مهربانی و عطوفت وقتی که اصلا وجود نداره و هیچ وقت نه اینو گرفتن نه به کسی دادن، خب اصلا همچین حسی دیگه وجود نداره به اون صورت. مخصوصا بین سربازا که خب امروز 1000 تا از دوستان مردن، روز خوبی بود، دیروز 2000 تاشون مرده بودن. من نمردم، مهم همین. آره، هدف. کاش میمردم، فردا قراره بمیرم. یعنی مثلا عمر یک سرباز از لحظه‌ای که پاشو میذاره داخل بتلفیلد شاید میانگین عمرشون 5 دقیقه باشه، چون یه دیمن گنده میاد کلی آدم مردن. یهو از بالا سیاره رو بمبارون میکنن، کل سیاره از بین رفت. این جالبه، خوبه. آره این اغراقی که داخل ستینگش وجود داره، تو دنیاش وجود داره، جذابه. بعضی وقتا یکم احمقانه میشه، بعضی وقتا یکم خیلی اغراق میشه، اما به طور کلی جذابه. چیزی که جای دیگه ای خیلی نمیتونی پیداش بکنی. حالا به بیشتر صحبت میکنیم بیشتر میفهمم، چون تا الان چیزیش احمقانه نبوده. آره اوکی، نه امروز بسته یا نه؟ جذابه. آره 1 ساعت شد، 1 ساعت حتی فکر شد، به کنم نظرم بیشتر. بس. آره، قسمت اول بود. نمیخوای خدافزی بکنی؟ آره خدافزی بکنیم و پایان الان قسمت خدافزی یک. بکن، من این تیکار رو ادیت نمی کنم. من فقط میخوام اینا رو یه دونه آهنگ روش بذارم و اون زحمت 2 ثانیه میکشی. اول آقا خود داداش کار دارم، بیکار که نیستم مثل شما. هممون کار داریم.
خدافزیمون رو خدافظی چجوری اصلا راجع به خدافزی هم صحبت نکردیم، فقط راجع به شروع صحبت کردیم. نه اوکی، این نه قسمت حال یک مهم بود. نیست. امیدوارم که با سوالا و یه حرف افچین پریدن رو مختون نرفته باشم، ولی خیلی هم قرار نیست که به نظرات شما اهمیت بدیم. بیشتر خودم میخوام بدونم چی دقیقا چیه. من فقط میخوام به امیر یک کم اینا رو توضیح بدم که بعد بفرستمش بگم خودت بخون، میخوام باهات صحبت کنم. آها، هدف کلی همچین بخ. چیزیه، دارم بهش مشق میدم. اوکی، خداحافظی. خدافزی. مرسی.